معرفی سبک‌های موسیقی پارت 1. رگی. این سبک اواخر دهه 60 میلادی در جامائیکا پایه‌گذاری شد. رگی ریتم و ضرب‌های ساده و آرومی داره که از سبک‌های بلوز و جاز تأثیر گرفته. موسیقی رگی حتی یک ایدئولوژی مربوط به خودش هم داره به نام راستافری. اگه بخوام راستافری رو به طور خلاصه توضیح بدم، یک جنبش ضد بردهداری بوده که بعدها به یک ایدئولوژی تبدیل شده. راستافری به طور کلی به 3 چیز پایبندی داره: صلح و عشق، طبیعت و ماریجوانا. معروف ترین خواننده این سبک باب مارلیه که پدر این سبک هم شناخته میشه. از معروف ترین آلبوم های این سبک میشه به وان لاو، لگالیزیت و مارکوس گراوی اشاره کرد. البته که رگی چیزی بیشتر و عمیق‌تر از یک موسیقیه، اما اگه بخوای یه آهنگ گوش بدی که در آرامش غرق بشی، رگی بهترین گزینه است.